به تو شیطان ضرر رسانید به پروردگار به پناه ببر. پروردگار شنوا و دانا است. در کدام حالت نباشی تو را میشنود، در کدام حالت نباشی از احوال تو با خبر است. به جای این که فکر کنیم به نزدیکی روم و چیکار کنم گویان این طرف و آن طرف خود را بزنیم، به الله پناه ببریم. چگونه که تمام مخلوقات در زیر جبروت و در زیر سلطنت پروردگار یگانه هست، جن ها هم با یک کلمه الله نابود می شوند. و چه هست؟ پناه بردن به الله، به پروردگار التجا کردن که خدایا مرا از وسوسه های شیطان، مرا از مس و از ضرر جن و امثال آن نگهدار. پروردگار شما را نگاه می دارد. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دعاهایشان بود که همیشه اعوذ بالله من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم گویان چی میکردن؟ دعا میکردن. و این چنین دعا در وقت داخل شدن به حاجتخانه یا هر جایی که چرکنی است. خیلی گفتیم بعضی از جن ها، خصوصا جنهای پلیده که طبیعتشان دیگر چرکین است، در جایهایی که پرتاب زیاد است، نجاست زیاد است، بسیار می ایستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی اوغل یا جایی که در آنجا شتر میبندن آنجا رو هم از مکان شیطان و جن گفته بودن. برای همین هر جایی که گذشتید که گفتید آنجا چه هست، یگان پرتاب است، چیزی چرکینی هست، نجاست است، حتما باید دعا خواند به پروردگار پناه برد. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقتی به حاجتخانه در آمدن اعوذ بالله من الخبث والخبائث گوید، میگویند پناه به الله از تمام جنهایی که پلید هستند، چی جنهای زن باشند چه مرد باشند. و این چونین در وقت غضب کردن که در بارش گفتیم که غضب یکی از حالت‌های است که شیطان همچون توپ با انسان بازی میکند. باید ذکر کرد، باید طهارت کرد، باید جای را ترک کرد. نگذارید که در وقت غضب هر طوری که میخواهد شیطان با شما بازی کند. و در نزد حتی در وقت همخوابگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی زن و شوهر به هم نزدیکی میکنند حتما باید این دعا را بخوانند: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. چون وقتی این دعا را خواندن اگر برایشان پروردگار فرزند را نصیب کند شیطان به آنها ضرر نمی رساند. یعنی حتی در وقت نزدیکی و محرمیت زن و شوهر هم پیامبر چی گفتن؟ دعا خوانید. و این چونین در وقت شنیدن صدای خر که پیامبر میگویند وقتی شما صدای خر را شنیدید، بانگ بیزه که از خر می براید، تعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شما پناه ببرید به پروردگار از شر شیطان الرجیم.